ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 2 آگوست سال 2023 از بازداشت دو راننده مشروطکه‌های مسافرکشان خبر داد. در متن زیر ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد گفته می شود که دو راننده برای یک مسافر مناقشه کرده از گریبان یکدیگر گرفتند. در ویدیو دیده می شد که کرته یک راننده را در بدنش به تعبیر مردم لخته یعنی پاره کردند. خود این دو راننده برای شرح این ماجرا دسترس نیستند، ولی بنا به اطلاع ملیس پایتخت سانه 1 آگوست سال 2023 در یک قطار شبکه‌های اجتماعی نوار مناقشه دو راننده واسطه نقلیات مسافرکشانی تمغه اسپرینتر نشر گردید. مرکز مطبوعات ملیس دوشنبه میگوید ضمن سنجش معین کرده شد که شهروندان خالف قهرمان ادریسویچ سال تولدش 1988 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه مایاکوفسکی راننده автомاشین تمغه اسپرینتر رقم‌های قید دولتیش 8961 FF01 و خوجایف دلشاد خدایبردیویچ سال تولدش 1983 ساکن شهر دوشنبه کوچه نعمت قربویف راننده автомاشین تمغه اسپرینتر رقم قید دولتیش 5293 OT01 به طور غیر قانونی به فعالیت مسافرکشانی مشغولند. نامبردگان صحنه 1 آگوست تقریبا ساعت 16:30 هنگام حرکت در کوچه غلاموف برای بیشتر گرفتن مسافر بین همدیگر سبقت نموده به حرکت یکدیگر خلل رسانده حالت خطرناک را به میان آوردند. در نتیجه با الفاظ قبیح در بین شهروندان همدیگر را دشنام نموده همزمان یکدیگر را مورد لطکوب قرار داده ترتیبات جمعیتی را دغلانه و ایران کردند. وابسته به حالت مذکور نسبت به هر دو جانب طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با اتهام می دفع‌باشی جزای مأموری تطبیق کرده شد. همزمان نسبت هر دو راننده برای غیر قانونی به فعالیت مسافرکشانی مشغول شدند طبق طلبات ماده 510 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شد. ماده 460 برای می دفع‌باشی همچون جزا جریمه و تا 15 شبانه روز حبس مأموری را پیش بینی می کند، ولی در اطلاع گفته نشده است که این دو راننده جریمه شدند یا حبس.